به اتفاق شما سلام میگیم و درود به خانم مریم مؤذن‌زاده عزیز در آمستردام. هلند. سلام. سلام و درود خدمت شما جناب آقای چالنگی، همکاران عزیزتون در استودیو تفسیر خبر ایران فردا و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز. خانم مؤذن‌زاده، من واقعا قلبا میدونم خود شما هم همینطور و بسیار دیگه مایل هستیم که خبر خوشحال کننده مسعود پورتپور از زندان آزاد شد، یعنی مایل هستم خبرهای مثبتی داشته باشیم و بشنویم، مثل آزاد شدن مسعود پورتپور و بقیه امکان پذیر بشه. از شما میشنویم خبرهای تازه در مورد زندانیان سیاسی در ایران. بله، میگه که فرمودین همه دوست دارم بشنوم. البته من آزاد شدنها رو زیاد خبر خوب نمیدونم، با وجودی که به هر حال هر زندانی که آزاد بشه یه گشایش بزرگه براش، منتها آزادی از یه زندان کوچک به زندان بزرگه. با توجه به حجم عظیم اخبار مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ایران، من میتونم این گفته خودم رو ثابت بکنم که در همه زمینه‌ها ما مشکل داریم با جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق انسان‌ها و شهروندانش. مثلا بر حق و حقوق مسلم شهروندان ما هستش که از داشتن هوای پاک برخوردار باشن، ولی میدونیم که اینطور نیست و آلودگی هوا داریم که دولت بیشتری سخت داره. داشتن سلامت و زندگی امن هستش که شما میدونید شیوع آنفولانزا در ایران بوده، در کرمان مدارس تعطیل شدن، در زندانهای اهواز شیوع پیدا کرده، آمار نمیدن، حتی رسیدگی نمی کنن و به هر حال خیلی موارد مختلف. درای زندانی ها، خب اونهایی که آزاد میشن خیلی هاشون با قید وثیقه‌های سنگینه و به نوعی در خونه‌شون زندانی هستن. حالا به جز شرایط ایران هر لحظه که بهشون تلفن هم بشه اشاره هم بکنم باید دوباره برگردن. اونایی که حالا 100% آزاد میشن تحت نظر هستن. در خود زندان ها ما زندانیان بیمار زیادی داریم، از جمله آقای افشین بایمانی، آقای ارژنگ داوودی که اعتصاب غذا هستن الان، آقای محمود بهشتی لنگرودی که اعتصاب غذا هست، بسیاری از زندانیان، امید کوکبی، لیست بلندی داریم که بیمار هستن بهشون رسیدگی نمی‌کنه. آمار اعدام ها داریم که رو به افزایشه. فعالین مذهبی، نمیدونم معتقدین به مذاهب گوناگون، سنی، شیعه، بهایی، مسیحی هستن که تحت آزار هستن، آزادی ندارن. شهروندانی که در زندان‌های شهرستان ها مثلا زندان اهواز هستن، بازداشت‌های خودسرانه در شهرستان ها و تهران داریم که از بیخبری در موردشون وجود داره. هر کدوم رو بخوایم موارد هست، ولی من دارم اشاره کلی میکنم. و به هر حال انواع اقسام نقض حقوق شهروندان، چه اونهایی که داخل زندان هستن و چه اونهایی که در سطح کشور در شهرها و شهرستانها زندگی میکنن داریم. کودکانی که براشون آینده تصور نشده، نقض حقوق زنان رو داریم. کودکانی که بی سرپرست هستن و بهشون رسیدگی نمیکنه، به اصطلاح حالا کارتون خواب بهشون میگن، حتی بزرگسالانی که کارتون خواب هستن. موارد گوناگونه که حتی من نمیتونم اینجا در این فرصت کوتاه تیتراشون رو بخونم. بنابراین خب دوست نداریم این خبرها رو بدیم، ولی نمیشه هم چشممون رو بهشون ببندیم و خوب هستش که برها گفته بشه. خب ما زندانیانی داریم که کم کم فراموش شدن. حالا ارژنگ داوودی رو شما اشاره کردید که خب یاد ایشون میشه، ولی زندانیانی هستن مثل در کردستان، مثل زینب جلالیان، حالا در کردستان بوده به جای دیگه منتقل کردن، و مثل رسول بداقی و بسیاری دیگه در شهرها، شهرستانها. اسمی از اونها نیست و در پس پرده فراموشی جامعه به سر میبرن. بله، اینها زندانایی بودن که
گفته شدن، مثل آقای کاظمی بروجردی که خب هم بیمار هستن و ما همیشه سعی میکنیم بگیم، حالا بقیه رسانه‌ها ممکنه نخوان یا به خاطر حجم زیاد تعداد زندانی‌ها و طولانی بودن دوران زندانی اینها، مثلا خب آقای ارجنگ داودی 13 سال، آقای کاظمی 10 ساله که زندانه، خانم زینب جلالی هم نابینا شدن، هم واقعا شرایط بدی دارن. بارها گفته شده و نمیدونم چجوری بگم، شاید ناراحت کننده است، حساسیت جامعه کم میشه در اثر گفته شدن و طولانی شدن رنج این عزیزان و بودن اونها در زندان. امیدوارم که کاری بشه براشون کرد. البته که باید هم مدام گفته بشه و خب یه سازمان‌های حقوق بشری داریم که تو گزارشاشون ذکر میکنن، ولی ممکنه حالا فرصتی نشه که در برنامه‌های تلویزیونی یا مقاله ها از اونها مدام اسم برده بشه، ولی در گزارشات هستن، گزارشاتی که ارسال میشه برای سازمان ملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر. بله. خانم معززاده، من یه سوال دارم، شما میتونید به من پاسخ بدید، شخص مناسبی هستید برای طرح چنین سوالی. ببینید، ما در شیعه، یعنی حکومت ایران، همین چندی پیش اربعین بود و پیشتر هم خوب عاشورا، واقعه کربلا رو بسیار سالیان قرن‌هاست درباره‌اش صحبت می‌کنه. در واقعه کربلا ما می‌بینیم که امام سوم شیعیان کشته میشه به وسیله فرستادگان خلیفه وقت یا هر کی که هست، ولی زینب خواهر امام سوم شیعیان و همراهانشون به بارگاه یزید که میرن، در اونجا تا سخنرانی قرایی نسبت داده شده به زینب خواهر امام حسین و این سخنرانی در بارگاه خود یزید ایراد میکنه. این سخنران رو اتفاقی هم برای ایشون نمیفته و برای همراهانشون هم نمیفته و بعد به طرف همون در شام و بعد حالا بقیه داستان مفصل هست، همه کم و بیش میدونید. پرسش من این هست که در یک حکومتی که سالیان همین از آقای خامنه‌ای گرفته تا بقیه کارگزاران مؤمن حکومت بر منبر این داستان رو روایت کردن، چطور میشه وقتی خود اینها به حکومت میرسن کسانی در زندان کشته میشن یا حتی اعدام میشن، به خانواده هاشون اجازه گریستن بر مزار اونها داده نمیشه، هیچگاه مزارشون هم مخفی میشه. یعنی همون کاری که یزید مانع نشد که زینب سخنرانی کنه، حالا چه برسه به اینکه فرض کنید خواهر آقای مهندس غلام حسن موحدی افسر ارتش که زیر شکنجه کشته شد در سال 1381، چند پیش مراسم سالگردش بود، خواهر ایشون صحبت کرد، گرفتاری هایی براشون، محدودیت های پیش اومد. چه برسه به اینکه اجازه بدن خواهر ایشون، من مقایسه اصلا نمی‌کنم ولی مسئله روز رو دارم اشاره می‌کنم، چرا از چه نگران هستن حتی اجازه برگزاری یک مراسم ساده عزاداری اشویختن خواهران کسانی رو نمیدن که توسط حکومت اعدام شدن، زیر شکنجه کشته شدن، سر به نیز شدن، یا حتی گورشون هم اجازه نمیدن آرامگاهشون هم شناسایی بشه توسط خانواده‌هاشون. این رو شما با اونچه که همین روحانیان بر منبر گفتن قیاس میکنید، چه پاسخی به ما خواهید؟ بله، خیلی خوب فرمودین، خیلی خوب و کامل و جامع توضیح فرمودین. دقیقا همین هست آقای چالنگی گرامی. من اشاره میکنم به مبارزه و تلاش آقای کاظمی بروجردی به عنوان یک کارشناس دینی و یک کسی که خب به هر حال زمانی مؤمن بوده و یک روحانی شیعه بوده و ایشون کاری که کردن با دقت اگر نگاه بکنیم به عملکرد ایشون و مبارزات ایشون، دقیقا همین بود که از دهه 70 اوایل دهه 70 ایشون شروع کردن این نکته ها رو می آوردن و نشون میدادن و سخنرانی هاشون هست در بعضی از مقالاتی که نوشته بودن و موقع و منتشر شده بود هست که انتقاد کرده بودن و در اصل نوعی از مکتب ثبت و سند نمیخونه رو اون موقع بنا گذاشتن که شما اگر خودتون رو اسلامی معرفی میکنید، حالا به نوعی شیعه معرفی میکنید، این
چگونه است که جور در نمیاد با عمل کردتون. سندش هست، به اصطلاح همین سندهای تاریخی که هست، اسنادی که در متون قانونی دین هست مثل قرآن، مثل هرچی. خب شما در مقایسه با اونها جواب نمیده و دچار تناقض میشه انسان. چگونه است که این گونه عمل کردتون هست. بنابراین مورد غضب قرار گرفتن و حکومت باشون این رفتارها رو کرد که بارها در دهه 70 زندانی شدن، شکنجه شدن و این آخرین بار هم سال 85 بود. ولی از شروع کار ایشون این بود که به اصطلاح یک آغازی رو کردن بر افشاگری میشه گفت، یا بیان حقایقی رو که از دل دین بیرون میآوردن که این حکومت دقیقاً چه مخالفتی داره میکنه و اصلا اینجوری عمل کردش نیست. حالا گاهن به نوعی دیگه تعبیر شد، بعضی از دوستان یه مقداری خوب دقت نکردن به گفته های ایشون، اینو تعبیر کردن به حمایت از دین یا هر چیز دیگه، دغدغه دینی، در صورتی که ایشون دقیقاً با ظرافت خاصی داشتن این نکته ها رو در می آوردن که و در اصل اون اعتبار و پایگاهی رو که حکومت دینی جمهوری اسلامی بر اساس اون استوار شده بود و پا بر گرده ملت گذاشته بود رو زیر سوال می بردن و هدف قرار گرفته بودن. و همینطور که الان شما به خوبی و به درستی اشاره فرمودید، همونجوری که می بینیم این عملکردی بوده که سالیان سال ندارن انجام میدن. ما کاری اصلا نداریم به دین چی بود یا اسناد چقدر چیز بود، ولی حتی با مشاهده و مقایسه همین اسناد موجود و این اتفاقاتی که الان داره میفته میشه خیلی راحت اونها رو زیر سوال برد. منتها هم دیوار حاشیه‌شون بلنده، هم خیلی توجیهات دارن، هم اینکه واقعا همینها رو باور بفرمایید جناب چنان یه سری اسنادی رو که مجددا چاپ کردن در زمان خودشون و در ایران، خیلی از این اسناد و احادیث رو حذف کردن یا قسمتی از اون رو حذف کردن و سانسور حتی کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جور در نمی اومد. در اصل به تعبیر آقای کاظمی بورجردی اینها اومدن شیره به یال و اشکن درست کردن. چگونه؟ اینکه دیدن این قسمت از اسلام براشون دردناکه و حتی نمیتونن اجرا کنن و جور در نمیاد، اون رو رفتن رفع و رجوع کردن به جای که به عملکرد خودشون نگاه کنن. بنابراین من نتیجه‌ای که میگیرم اینه که اینها در اصل به هیچی معتقد نیستن، نه انسانیت نه حتی اون دینی که به اصطلاح ادعاشون هست اعتقاد دارن، بلکه دقیقاً چیکار دارن میکنن؟ سوء استفاده دارن میکنن از همه چیز، از همه مفاهیم. امروزه دارید میبینید سوء استفاده از مفاهیم حقوق بشر میکنن، به دروغ خیلی چیزا رو وانمود میکنن. تنها چیزی که میشه گفت میدن. بله. و خب نکاتی رو میگن که اگر کسی غیر از دایره حکومتی نکات رو مطرح میکرد یا بکنه، متهم میشه به کفر، متهم میشه به خروج از دین. مثل اینکه ولی فقیه بزرگترین نعمتی که خداوند به ایرانیان داده. ولی فقیه یعنی نماینده تامل اختیار خداوند بر زمین است. حتی ادعایی که من نمیدونم تا چند اندازه به پیامبران نسبت داده شده یا نداده، یا پیامبران چنین ادعایی کردن یا نکردن، من اینو میدونم. ولی پیامبر اسلام میگفتش منم بشری هستم مثل شما، فقط تنها فرقی که دارم به من وحی میشه. ولی اینی که گفته بشه نماینده تامل اختیار خداوند هست، اون هم بعد از آمدن پیامبر اسلام و پیامبران دیگه، این رو من نمیدونم تا چند اندازه میشه با موازین دینی وفق داد یا نداد. و صحبت‌های دیگه. ولی فقیه که یک کتابی دارن آقای کاظمی بورجردی، رد ولایت فقیه، بر اساس منابع دینی ایشون تعبیر کردن که این شرک هست و اصلا پذیرفته حتی نیست. یعنی دقیقا با اسناد دینی رو ثابت کردن که نظر شخصیشون رو بدن که کلا شرک هست که ما مطلق برای انسان بخوام قائل بشیم، برای زندگی خودمون رو در نظر بگیریم و به جز حالا مواردی که به هر حال توهین به شعور انسان هاست که ما بخوایم به این شکل بخوایم کسی رو متولی بکنیم بر امور خودمون. ولی اگر کسی حالا منبع و مقصدش میتونه دینی باشه، ایشون با اسناد معتبری ثابت کردن که شرک هست که تا کنون هیچ کدوم از روحانیون حکومتی هم حتی نتونسته پاسخی به اونها بده و معلوم هست پاسخی ندارن، اگر نه پاسخ میدادن. ایشون حتی حاضر به مناظره بودن با روحانیون حالا به نوعی معتقد به حکومت دینی، ولی تا کنون هیچ گونه پاسخی بهش داده نشده. همونطور که میدونیم نتیجه چنین نتیجه گیری هایی و سوء استفاده های از دین هم ضررش به دنیای مردم خورده، هم به دین من.
سپاسگزار هستیم خانم مریم معظم زاده عزیز. با سپاس بسیار از شما و به امید دیدار در برنامه دیگر در آینده. خواهش میکنم، لطف کردین. منم از شما تشکر و سپاسگزاری دارم و بدرود.